جزء اول ایمان لا اله الا الله گفتن است. ابو هریره رضی الله عنه می گوید روز رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پاسخ دادن به سوالات مردم نشسته بود که مرد آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان چیست؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان یعنی این که به الله، فرشتگانش، کتابهایش، دیدارش، پیغمبرانش و همچنین بر انگیخته شدن روز قیامت ایمان بیاوری. آن مرد پرسید یا رسول الله اسلام چیست؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اسلام یعنی این که الله را پرستش کنی و با او چیزی را شریک قرار ندهی، زکات فرض را پرداخت نمایی و ماه مبارک رمضان را روزه بگیری. آن مرد گفت یا رسول الله احسان چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود احسان یعنی این که الله را به گونه پرستش کنی که گویا او را می بینی، چرا که گرچه تو او را نمی بینی ولی او تو را می بیند. آن مرد گفت یا رسول الله قیامت کی برپا می شود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که در این مورد سوال می شود از سوال کننده در این مورد شناخت بیشتری ندارد، ولی برخی از نشانه های قیامت را برای شما بیان می کنم. یکی از نشانه های قیامت این است که کنیز اولادش را به دنیا می آورد. یکی دیگر از نشانه های قیامت این است که انسان های عریان و پا برهنه در رأس مردم قرار می گیرند. یکی دیگر از نشانه های قیامت این است که چوپانان بره و بزغاله در ساختمان ها با یک دیگر افتخار می کنند. و بدانید که وقت قیامت یکی از آن 5 چیزی است که بجز الله کس دیگر نمی داند. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را تلاوت فرمود همانا آگاهی از فرارسیدن قیامت ویژه الله است و او که باران را می باراند و آنچه را که در رحمهای مادران است می داند و هیچ کس نمی داند که فردا چه چیز به دست می آورد و همچنین هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد. همانا الله جل جلاله آگاه و باخبر است. راوی می گوید سپس آن مرد برخاست و رفت. بعد از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود او را برگردانید. مردم خواستند او را برگردانند اما اثر از او ندیدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود این جبرائیل بود و به خاطر این آمده بود تا دین مردم را به آنها بیاموزاند. صحیح المسلم باب اول کتاب ایمان.